نقل کرده اند که مردی به ایمان بود که زنی مؤمن و مسلمان داشت. این زن تمام کارهایش را با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز میکرد. مردی به ایمان از این کار زنش همیشه غضبناک میشد و سعی میکرد که او را از این کار باز دارد. روز آن مرد تنگه طلایی را به زنش داد و گفت که همچون امانت آن را نگهداری کند. زن تنگه را گرفت و با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم آن را در یک قطعه پارچه پیچانید و با ذکر بسم الله آن را در یک گوشه خانه پنهان کرد. شوهرش به طور مخفیانه آن تنگه را دزدید و به دریا انداخت تا اینکه همسرش را متهم و خجالت زده کند و گفتن بسم الله را برای او به ارزش نشان دهد. مرد به ایمان بعد از این کار به مغازه خود رفت. روز بیگاه شد و ماهی فروش از کنار مغازه او میگذشت. مرد هوسش آمد و 2 ماهی خرید و به خانه اش برد. زنش ماهی ها را تازه کرده ایستاده بود که ناگهان از شکم یکی از آنها تنگه طلا بیرون آمد. زن تنگه را شناخت و بسم الله گفته گرفت و در جای اولش گذاشت. بعد از خوردن خوراک شام شوهر از زنش تنگه طلا را سوراخ کرد. زن بسم الله گفته از جایش برخاست و رفت و تنگه را آورد. شوهرش با دیدن تنگه رنگ از رویش پرید. او چند لحظه خاموش ماند و به فکر غلطید. بعد از آن سر به سجده الهی نهاد و از جمله مؤمنان گردید.